خب در خدمت شما هستیم با ورزشگاه بارسلونا. ما اون سری اون درش رفتیم ولی خب میتونیم این اکسس 9 اکسس چند رو باید بریم. اون دفعه اکسس 14 رو رفتیم. آقا ما اون روز شوت به ربات نزده بودیم، نمیدونم چیه ولی گفتن که شوت به رباتش هم باحاله. خدای میخوایم بریم شوت به ربات بزنیم. درسته؟ بله. این ربات واقعا میگیره؟ خیلی هم خوب میگیره. خب اون که گل زد. فکر کنم رو حالت فوق ایزی گذاشته بارونی. تقریبا میشه گفت اولین نفری هست که بهش گل کمان. من چیزامو در میارم چون اصلا کفشم کثیف میشه. من واقعا واسه بابت ده رو سه تا شوت میتونم اینو بگم که ما 10 رو دادیم سه تا شوت بزنیم. امپرادا می‌خوردیم. امپرادا 2 دلار چقدر بود 2 یورو. احساس می‌کنم هر شوتی مثلا 400 کالری الان رفت. ببین یه ضربه‌ای زدم دستگاه فکر کنم مشکل پیدا کرد. ببین انقدر قدرتی زدی دستگاه شکست. You broke it. گرفت؟ I was calibrated. همه گل می‌کردن به من رسید. نشد؟ هیچی گل نشد؟ چرا اینقدر قویه ربات؟ خودت گفتی. نه رفت کالیبرش کرد جدی. چیزش بیشتر باقالی شده. زد گل شد. تور ورزشگاهی که ازش آخرین تور ورزشگاه قبل از خراب کردن. تور دروازه رو برداشتن چیز کردن میفروشن. چمن ورزشگاه. چیز بود میگفت هوای ایران انقدر. باد فتح فلان. اجازه کن. دور میفته؟ آره. چمن ورزشگاه. حالا چی؟ با پرایم هم کلابوریشن دادن دیگه. به عنوان نوشیدنی چیزشون دیگه. حالا پرایم خیلی هم نوشیدنی خاصی نیست. کلابوریشنشون چیزه دیگه. خیلی سرسره کرد. این چمن ورزشگاه. This says do not touch. Sorry. How much is this? Euros. حالا بیا ثابت کنیم واقعا چمن اونجا. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. شو احساس می‌کنم این چیزا خیلی سریع میره بالا. ریسمش همینه دیگه نه؟ درست میده. 3 و 7 5 سنت اندازه دیگه هر دو. 3 و 80. من هر یه دونه‌ای که با یه جمله‌ای که میگم میره بالا. هر نفسی که دارم میکشم احساس می‌کنم هر نفسم 5 شما سنت نمیگی شما چی میگی؟ سنت میگه. 5 سنت؟ یورو سنته؟ هر نفسی که میکشیم یه 5 سنت میده. رمزم زد که دیگه بدبخت شده. الیک مربع زبده رو زد. الان اینجا داریم نزدیک میشیم به بخش اصلی ورزشگاه. رنگ ورودیه. خب اینجا رنگ ورودیه. کل سیستم مثلا ورودها اصلی اینجا هست. گیت‌های ورودی از اینجا. ایوه. یعنی اول میاد تو لندسکیپ یه گیت اصلی داریم که بهش میگن سکیوریتی اول و سکیوریتی دوم. آها. بلیتونشون میاد وارد این لندسکیپ ما داریم طراحی می‌کنیم قرار میشه خاک بیاد بتون بیاد طرح بیاد همه اینا رو مثلا ما ورزشگاه نیو کمپ جدید. مثلا دوستان گفتن که آقا راهتون نمیدن بفهمید. ما پارتی ایرانی در مجموع گفتن که قراره 99,000 تومان در مجموع قرار بشه 105,000 تا. دوستان در مجموع 105,000 بشه. پلن اولیه 99,000 تا تماشا چی بوده؟ قرار بشه 105,000 تا. جناب مهندس رؤوفی آقا ما خیلی مخلصیم. دمتون گرم. از شرکت اسپلاروس اسپلاروس کار اصلیشون طراحی و دیزاین هست، طراحی معماری. البته خب کارهای گسترده زیاد می‌کنن. شما پروژه رو خودت ببین دیگه اصلا لازم نیست بگم تو چه پروژه‌ای. مشخصه. من جا دارم که از بچه‌های اینوستیت هم تشکر کنم. شما تشکر آقا شعبی من از شما بگیرم. آقا شکرم. هماهنگی‌شو بچه‌ها انجام دادن. شما بفهمید اونجا من از شما مهندس بگم. شما مهندس رؤوفی، آقا مجتبی، شما هم خودتون معرفی کن. یاسمین نجفی هستی خبرنگار. چقدر مختصر مفید. بچه‌ها دمتون گرم. ما اجازه است بریم نزدیک‌تر؟ مارسابری این نحوه چیدن چمن‌ها رو می‌بینید. مثل دقیقاً ایران خودمون دیگه. دقیقاً همونه. چمن قطعا طبیعیه دیگه. مهندس ان شاءالله ورزشگاه خفن‌تر بشه. او اینجا جاییه که بازیکن‌ها میان. بازیکن‌ها اینجا میان. دقیقاً جایی که بازیکن‌ها میان میرن. یه چند بار مثلا یامال اینجا میاد میره تو. اینجا برای رفتن باشه. رفتن بازیکن‌ها.
چون کنید اینجا دقیقا این محیط رفتمی که مثلا باسم آماده میشن مثلا بعد بازی میان چیز میکنن مصاحبه مطبوعاتی میذارن اینجا مثلا اونجا میشینن اینور مصاحبه مطبوعاتی ادیتور اینجا قشنگ صدای بارسلونا رو میذاری صدای تشویق تماشاچی رو شما یه توضیح میدی ورزشگاه نیوکمپ عشق خیلی از بچهای ایرانی حتی بچه‌هایی که رئالی هم هستن بعید میدونم دوستان داشته باشن این ورزشگاه رو از این فاصله ببینن ما الان بغل چمن بودیم اگه یه لطفی بکنی یه توضیح فقط بدی که بچه‌ها در جریان باشن داستان اینه که ورزشگاه تقریبا 2 ساله داره ساخته میشه 2 ساله الان تقریبا 2 ساله که توی کانستراکشنه حالا قبلش طراحی و اینا داشته کانسپتشو یه مشاور خارجی به اسم میکنسیکا انجام داده و بعد دیولپمنتش با پیمانکاره که ما کمک پیمانکار میکنیم تو این داستان یعنی طرح دیولپ میکنیم تبدیل به قابل ساخت میکنیم بعد نقشه ها برای ساخت وارد کارگاه میشه که تمام اینایی که میبینی بخشای جدیدی که ساخته شده این قسمتی که تا الان صندلی روش هست قسمتاییه که قبلا سازه موجود بوده اون قسمت فلزی که داریم می‌بینیم اون افزایش ظرفیت و قسمت وی آی پی که داره ساخته میشه. درست گفتین اینا الان فعلا صندلی‌ها 60000 نفر اون بالا ساخته میشه. 60000 نفر اونجاها بالا میشه که برای آگوست حالا تایمش زیاد چیز نیست ولی تا تابستون که بخواد تیم بیاد بازی کنه این 65000 نفر باید کامل باشه بعد دیگه از اون به بعد اون طبقات بالا و وی آی پی ساخته میشه. دست شما درد کنه مهندس رؤوفی یکی از مهندسای خفن کشورمون من خیلی جدی میگم خوشحال شدم دیدم یه تیم ایرانی سوئدی داره روی این پروژه کار میکنه. دمت گرم. آقا اینم گفتم به عشق خودتون خیلی هماهنگی لازم داشت ما بتونیم تا اینجا بریم. باور کنید کار ساده ای نبودش. به عشق خودتون امیدوارم حال کرده باشید. ارادت